سلام بچه، امروز اومدیم با یه آموزش خیلی خفن در ماینکرافت تفنگ بسازید. تفنگ این شکلی، تفنگ خیلی خفن و بدون معطلی بریم سراغ چیزا. خب اولین کاری که شما باید بکنید 3 بلوک اینجا، نه بریم اینجا. اولین کاری که میکنید 3 بلوک اینجا میکنید، دو طرف اینا رو از اینا میذارید، این وسط رو از این قرمزا میذارید. بعد میرید یک پله برمیدارید به دلخواه خودتونه که چه پله ای الان بردارید. من همین چوبی رو برمیدارم. خب اینجا میذاریم. خب اینه که این شکلی گذاشتیم، 2 از اینا رو این شکلی اینجا میذاریم. بعدش 2 بلوک اینجا میذاریم، 2 بلوک اینجا میذاریم و رو به این ور از این ها میذاریم. بله اشتباه شد. ای بابا اینی بس اشتباه کردم. باید اول رو به این ور از اینا، از این بذاری، از این بذاری، بعد حالا اینا بذاری. بعد از اینا تو هر کدوم از اینا میذارید. خب حالا نیاز به از این چیزا داریم. اگر اولی رو بزنید 2 تایی چی میشه، وسطی رو بزنید 2 تایی پرتاب میشه، و اگر وسطی و خاموش کنی و سمت راستی رو بزنید سمت راستی پرتاب میشه. اگر این رو خاموش کنی رو بزنید سمت چپی پرتاب میشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون باشه. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار. و حتما یادتون باشه که ویدیو رو ساب و من رو دنبال کنید.